راستش خیلی ترسیدم. فکر میکنم طلسم شدیم. نه این حرفو نزن. من هر روز دارم دعا میکنم، مدام تو مراسم شرکت میکنم. واقعا نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. نباید ایمان تو از دست بدی. به خدا ایمان داشته باش. نه، ما برای اطمینان دوباره آزمایش خون رو بررسی کردیم ولی توده برگشته. متاسفم والنتینا، ولی امارایش نشون داد که سرطان توی مغزش پخش شده. این دفعه باید تو روند درمانش روی کرده تهاجمی تری داشته باشیم. آره، همین کارو میکنیم چون تو خیلی قویه، مگه نه؟ نگران نباش، مطمئن باشی کارش میکنیم. باشه؟ باید یه کاریش کنیم. تا وقتی پولشو ندیم شیمی درمانی رو شروع نمیکنه.